امروز در ساعت 9:30 روز 12 سپتامبر آخرین نماینده وابسته به پرونده پرسر و صدای 6 کارمند آژانس ضد کروپسیا در دادگاه عالی تاجیکستان آخرین سخن این ایبدار شونده شنیده شد و بعد از این اهل ریاست این پرونده به خانه مشورتی وارد شدند و در نظر است که تقریبا کمتر از یک هفته دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت 6 کارمند آژانس ضد کروپسیا حکم خود را اعلام خواهد داشت و شما بینندگان عزیز از جریان بحث و بررسی این پرونده ها که از آغاز همچون پرونده مخفی شروع شده بود از طریق رسانه ها، از طریق خصوصا گزارش های رادیو آزادی آگاه هستید و همین طور صبح امروز برابر با آوردن این 6 نفر که در یک ماشین حربی آورده شد، نزدیکان آنها تقریبا 30 نفر خویش و تبار آنها نیز به دادگاه عالی تاجیکستان آمدند به این خاطر که با نزدیکان خود صحبت کنند و از اونها با آنها دیدار و گفتگو انجام دهند. اما به فرق از مرافعای پیشین که نزدیکان آنها با این ایبدار شونده ها صحبت میکردند و ملاقات میکردند، در این نوبت این طور نشد و بعد از انجام سخن آخرین این 6 نفر در این ماشین حربی که گفتیم به بازداشتگاه موقتی برگردانیده شدند. شما بینندگان عزیز در یاد دارید که یک ماه قبل 3 نفر از این ایبدار شونده ها از جمله دولتبی خیرزاده به 10.5 سال و بینظیرزاده 10.5 سال و رحمت الله بازاروف با 7 سال روانه زندان شده بودند و این پرونده از آغاز همچون پرونده مخفی اعلان شده بود، ولی متاسفانه در این جریان نه مسئولان دادگاه نه سردار این مرافعه ها با ما صحبت نمی‌کنند و گاه ادوکات ها در رابطه با این چیز با ما معلومات میدادند و همچنین نزدیکان این ایبدار شونده ها معلومات میدادند. یادآور میشم که این 6 نفر با ماده قلابی اصلا ایبدار دانسته میشوند. تقریبا 2 هفته قبل نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچون ایبدار کننده دولتی در نسبت این 6 نفر عیب اعلام کرد و از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای مجازات نمود در نسبت اینها و نسبت همین طور فیروز خالمرادزاده 17 سال پرسیده شد، در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 15 سال زندان طلب کرده شد و در نسبت امیر شایف 12 سال زندان و در نسبت 3 نفر دیگر همگی 7 سالی جزا طلب کرده شد. همین طور ریاست دادگاه عالی تاجیکستان وارد خانه مشورتی شدند و در نظر است که کمتر از یک هفته حکم دادگاه در نسبت اینها اعلان کرده شود. میرزا نبی خالقزاد، افسانه اکابر شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.